به نام خدا. برای امروزتون حل یکی از سوالهای مهم از کتاب ریاضی و آمار 2 رو در نظر گرفتم از فصل دوم که خیلی فصل مهمیه، هم توی فصل تو بحث امتحانات نهایی، هم تو کنکورتون. فصل اعمال، درس آخرش درس اعمال بر روی توابع. از صفحه 53 سوال 4 که من اسمش رو گذاشتم یه غول مهم و اساسی. سوالو میخونم. میگه فرض کنید دو تا تابع هستن، یکی f(x) باشه یکی j(x). من از تابع f(x) ضابطش رو بهت دادم x به توان 2. تابع j(x) رو قرار شما به دست بیارین، اما به چه طریق؟ یعنی اون کمکایی که به مسئله بهت داده کدوم هستن؟ تابع f معلومه x به توان 2 و ضمناً برای کمک دومش هم اومده گفته f بر j(x) هم نمودارش رو بهت میدم. یعنی انگار تابع f رو دارم، j رو پیدا میکنیم، تقسیم دو تا تابع هم مشخصه تو سوال عمل. البته ضابطش مشخص نیست، فقط نمودار f بر j مشخصه. به کمک این معلومات شما باید تابع j(x) رو برام پیدا کنید. کاری که میکنم چیه؟ ابتدا به کمک این نمودار میام ضابطه f بر j رو به دست میارم. پس مرحله اول یافتن ضابطه f بر j. شما تو کتاب ریاضی و آمار 2 هم تو قسمت توابع چند ضابطه تابع های قطعی چندین دفعه اومدین از روی یه نمودار ضابطه رو به دست آوردین. اینجا هم همین کارو داریم انجام میدیم. دوباره من نمودار f بر j رو دارم، به کمک این نمودار میام ضابطه f بر j رو پیدا میکنم. تابعش نمودارش خطیه، میگم در نتیجه تابع f بر j من خطی خواهد بود. هر تابع خطی به صورت mx به اضافه h هست که این شیب ماست و اینم ارز از مبدأه. خب در نتیجه من باید برای پیدا کردن تابع خطی به کار انجام بدم. یک، شیب پیدا کنم. دو، ارز از مبدأ پیدا کنم. شیب فرمول داشت برای خودش. y2 منهای y1 x2 منهای x1. خب y1 y2 x2 x1 مربوط به چیا بودن؟ مربوط به اینن که شما باید از رو نمودار f بر j دو تا نقطه‌ای که مشخص و واضح، عددهاش مشخص و واضحن، بیاد در نظر بگیری. من یکی این نقطه رو در نظر میگیرم، نقطه 0 و 0. درسته تو خالیه. تو خالی بودن ربط داره به دامنش بچه‌ها، به خود ضابطه ربطی نداره. من از همون نقطه میتونم استفاده کنم واسه ضابطه. نقطه دومی هم این نقطه در نظر میگیرم که تو کتابم باز بود، اسمش رو میذارم b، مختصاتش 1 و 2 میشه. حالا با این حساب من نقطه این دومیم هست، این اولیه دیگه. y دومی میشه 2 منهای y این یکی 0، xش میشه 1 منهای 0، حاصلش هم میشه 2 یکم برابر 2. شیب به دست اومد. شیبی که به دست اومده و یکی از نقطه های همین نقطه ها، من نقطه ساده 0 و 0 رو در نظر میگیرم که راحته. این x منه، این y منه، شیب 2 شد. ضابطه خط رو از اون مینویسم mx به اضافه h. این معلوماتی که دارم جایگذاری میکنم، ارز از مبدأ h به دست میاد. y 0 m حاصلش ضربمو انجام میدم. اگر عددی بود میفرستادم اونور معادل حل بشه، ولی دیگه الحمدلله این اچ هیچ عددی براش نموند، صفر شد. با این حساب میام میگم ضابطه f بر j رو پیدا کردم. f بر j x حاصلش میشه، ضابطش به فرم خطه میشه یه mx به اضافه h که ما m رو پیدا کردیم، شد 2x به اضافه h هم که صفر شد. صفر هم که دیگه تو کار مهم نیست. با این حساب ضابطه f بر j مون 2x در اومد. کجا رسیدیم؟ f(x) رو دارم، ضابطه f رو دارم، ضابطه f بر j رو پیدا کردم، جایگذاری میکنم به کمک یه حل معادله ساده ضابطه j(x) رو که دنبالش هستم به دست میارم. میام خب اینجوری میگم به جای این f(x) جوابش رو میذارم، x به توان 2 بود. j(x) رو ندارم، خودش رو مینویسم. تابع j میتونید j هم بنویسین ها، برای راحتی، برای سادگی. اینم که مساوی 2x میذارم چون جواب f بر j 2x شد. بهش مخرج 1 میدم، یه طرفی مساطین ساده انجام میدم، به کمک یه معادله ساده j(x) به دست میارم. ببین j(x) ضرب 2x، 1 ضرب x2 هم که میشه x2. دنبال j هستم، این مزاحم منه، طرفین رو تقسیم به 2x میکنم. این با این میره، اون دو تا x 2x با هم ساده شدن، 2x با x به توان 2. یکی از x های پایینی با هم حذف میشن. با این حساب ضابطه تابع j x شما میشه x2. این جواب سوال شما بود. خیلی ممنون.